خیلی کسا خیانتم کردن، خیلی کسا تهمتم زدن، خیلی کسا دروغم گفتند و خیلی کسا ناراحتم کردن، خیلی کسا نادیده‌ام گرفتند و خیلی کسا بی احترامیم کردند. اما من این خیلی کسا را بخشیدم. اگر در طول یک روز منتظر زنگش هستی و او زنگ نمیزند، از او بگذر، چون او برای خرسندی دیگری وقت میگذراند. فراموش نکن. همیشه فکر میکردم که خوشبخت میشوم و دیگران تماشابین نمیشوند، اما هیچگاه فکر نکردم که خود تماشابین دیگران میشوم.